برشان بتیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظیم. به نظر من دوستایی که در اینجا بحث کردن در مورد آقا صاحب همه به اتفاق بودن که عملکرد از اون موافق با شریعت الهی نیست و همه با این سازگاری داشتن. من میخواستم یک نکته را اشاره بکنم که هیچ کسی از دوستا به اون نکته اشاره نکرده. الله متعال هدف اساسی ارسال همه پیامبران الهی را دو نکته اشاره میکنه. نکته اولی ان اعبد الله، فقط الله را عبادت کردن، و اجتنب الطاغوت، و از طاغوت اجتناب کردن. اجتناب از طاغوت لازمی توحید هست و اگر هر کسی از هر طاغوت اجتناب نکنه لا اله الا الله گفتنش کامل شده نمیتونه. متاسفانه همه بزرگوارا در اینجا تشریف دارن، شاید مناسب نباشه چیزی را که بگم، اما به خاطر ادای مکلفیت دینی خود میگیم. ما در تقسیم بندی توحید الوهیت داریم، یعنی توحید در عبادت. الله در عبادت یگانه هست، هر عملی به عنوان عبادت به غیر الله کفر هست. یکی از موارد مهم دیگه توحید در حکم هست. توحید در حکم یعنی توحید در قانونگذاری، توحید در ساختن برنامه زندگی برای بشر. ما متاسفانه به کارهای بسیار نازکی در اجتماع خود متوجه هستیم، به بزرگترین ارتدادهای سیاسی توجه نداریم. ما برنامه های غیر دینی را عملا به عنوان روش زندگی خود قبول کردیم، حکمش نمیدانیم چی هست. هر روز از طریق هر رسانه ما میشنویم که دموکراسی کرد. یکی از موارد ایمان به الله است که بعد از همه که آنچه که غیر شرعی باشه باید اجتناب بکنی و پرهیز کردن از همه برنامه های غیر دینی از لازمه توحید است. و متاسفانه علمای بزرگوار ما ارتدادهای بزرگ سیاسی را نمیبینن. همه ما اتفاق داریم که یهود و نصارا دشمن هستن، هیچ کس اختلاف ندارن، نه؟ اما همه ما در تحت حاکمیت یهود و نصارا زندگی میکنیم. من خودم من ما همیشه هستم اگر یک عسکر امریکایی بیاید هر کدام از ما شما را بر زندانی بکنه، کسی جرأت داره برای چیزی بگه؟ پذیرفتن حاکمیت یک صلیبی در کجا شریعت جایز است؟ ما اصلا از انگیزه که ما وادار کرد که دیگه بعد بیایم بود که علمای بزرگوار ما دیروز میگفتن ما از دولت تقاضا داریم که در مقابل این نفر اقدام بکنه. اول بیایم عملکردهای کوچک و بزرگ دولت را ببینیم که اگر کوچکترین سازگاری با دین داشت بعد از باز ما از دولت تقاضا بکنیم که کار باید بکنه. اصلا این تعامل کنونی که با صلیبی ها دارین با مسیحی ها دارن، امینه در کجای دین جایز هست؟ چرا ما به آیات قرآن کریم توجه نمیکنیم؟ قرآن کریم میفرماید در آیات 100 سوره آل عمران خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فريقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای کسانی که ایمان آوردین اگر شما از گروهی از اهل کتاب پیروی بکنین بعد از ایمان آوردن شما را مرتد میکنن. کسی میتونه این آیات توجیه بکنه؟ در آیات 169 سوره آل عمران باز میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای مؤمنین اگر شما اطاعت از کفار را بکنین شما را به پاشنه های پایتان برمیگردن و از دین مرتد میکنن. ما با خیلی وضاحت در موالات کامل و در اطاعت کامل از کفر قرار داریم. چرا علمای بزرگوار چیز نمیگن؟ در کجای دین جایز هست که ما در تحت حاکمیت صلیبی ها زندگی بکنیم و باز بیایم خود مدافع دین جلوه بدیم، هر کدوم ما گردن خود بیشتر درازتر بکنیم که ما اصلا حقیقت دین درک کردیم؟ شرایط فعلی را کدام یک از بزرگوارا میتونه توجیه بکنه؟ چرا دیگه به چیزی نمیگین؟ آیا ارتداد سیاسی خطرناکترین نوع ارتداد نیست؟ آیا حاکمیت غیر خدا را قبول کردن ارتداد نیست؟ آیا دموکراسی را به عنوان روش زندگی کردن ارتداد نیست؟ چرا از این گپ نمیزنیم؟ و این از حقایقی هست که همه علمای بزرگواری که دیگه هستن و هر کسی دیگه هم که صاحب بشه میره ما برشون دعوت میکنیم که وقتی ما دایه دین رو میگیم، دین به خاطر همه اختلافات ما برای ما قاعده میده. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. هرگاه در هر مبحث اختلاف دارین به الله و پیامبر رجوع بکنید، به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رجوع بکنید و این اساس دینی هست و این همه بدبختی های جامعه ما که هست. اگر یکی از علما کوچکترین توجیه به این پیدا کرده بتونه بازگپشون درست و متاسفانه ما اصلا توجهی به این مباحث نداریم. به نظر من مسئولیت بیان همین حقایق به عهده کی هست؟ به عهده علمای بزرگوار هستن و کدام از اینا کدام اشاره کوچک به این مباحث کردن؟ در کجای دین می جواز داره؟ در دیگه مباحث اختلاف داریم. در همیشه کی اختلاف داره که یهود و نصارا دشمن اسلام هست و تا آخرین مرحله به خاطر از بین بردن دین مبارزه میکنه.
سپاس. بله سپاس مسلمیار صاحب، از شما یک جان